دوستان عزیز، باز یک مراجعت دارم برای تاجیکانی که در اروپا، در امریکا، در هر جا هستن، خودشون تجار هستن. اگر ممکن باشد با در آینده با تاجیکان دیگر طرف کار کنند، هم با اونو کمک، هم با اینا، با یکی دیگرشون بینشون خوب می شود و با اونم کمک می شود تا که وزن اقتصادی مردم تاجیک بالا نشود. تاریخ فرهنگش به هیچ کس فکر نمی کند و بسیار هم که فکر کنید کمکتان نمی رسد. اگر ممکن است تاجیکانی تاجیکستان هستند، تاجیکانی ازبکستان هستند، از هر جا هستند، همونا رو به کارخانه خودتان کار بگیرید. این من برای شما گفته ایستادیم، بسیار زیاد هستند. انا حاضر در تلفن داخل شدم، در یوتیوب هم دیده رفتم، خیلی ها به من نوشته کردن که ما میخواهیم از کدوم را باشتم رویم مثلا آسانتر رویم در کشوری دیگر کار کنیم. چی در کار است دما بگویید. من که این چیز کتی بند نیستم، اما شما میتوانید به مردم کمک کنید، یک کار ثواب میکنید.